یک اشاره توست، اگر تو ناز کنی عالمی نبینی. آقا دلم برات بر میزنه، آقا گدات داره بلدی ها، آقا نزاری پرفر، آقا گدا مگه دل نداره؟ نمیدونم اینجا گفتم یا نه، اما شیرینه خودم بارا به خدا بر خودم تنهایی میگم، میخوام به خودم امید بدم. اومد تو مسجد آقا دارن نماز میخونن، حضرت امیر نماز آقا تموم شد. سلام آقا، عرضی دارم. و فرمودن بگو. آقا منو که میشناسی از بچگیم غلام شما. آقا فرمود آره خدا یه پسری بهم داده، هر کار میکنم محبت شما رو نمیفهمه. اومدم شما باش حرف بزنیم، قبول نکرد قیدشو بزنم. عجب بشین شما این بالا، میخوام گریه بکنیم با هم، ما میخوام گریه بکنیم، صفا بکنیم. خاک پای شما. آقا نگاهی کرد ذوق میکنه آدم، گفت برین کجاست پسرت؟ اومدن دم در، آقا فرمود کوبت چند؟ عبدالله چیه بابا؟ گفت مؤدب وایسا، آقا میخواد باید حرف بزنه. پسر وایساد، آقا نگاهش کرد، حرف نزد، نگاهش کرد. شک نکن ما اعتقادمون اینه، با این اعتقاد زنده ایم. بابا جمعه همون مگه علکیه؟ چند سال جمعه به خودتون ندیدید؟ هر کی هم میگه با یه توپ پری وایسا بهت میگم جمعه چقدر. ایشالله آقا اومد اول جمعه یا برا قرار ملاقات دارن. آخه 23 ذوالقعده میگن شهادت، نمیدونم دو سه تا روایت هم محکمه اینه. ببین دلت کدومو بهش رضاست؟ اصلا بهت نمیاد؟ من بهم اصلا نیومده واسیال میشم. روایت های متعدد اینو دیدم کیف کردم. رسید آقا 23 ذوالقعده خراسان مشهد، بزرگان مسئولین اومدن. آقا یه وقتی بدید میخوان دولتی ها بیان ببینن. آقا فرمود نه امروز نمیخوام ببینن. تجار اومدن، بازاری ها نماینده فرستادن. آقا میخوان بیان شما رو ببینن. آقا فرمود نه امروز نمیبینم. هی اومدن آخر علما اومدن. آقا پس امروز با کی میخوای ملاقات کنی؟ فرمود بگید ورشکسته ها بیان.
بگید باخته ها بیان، بگید عقب را مونده ها، بگید کربلا نرفته ها بیان. عرفه داره میاد، ما که از عرفات جا موندیم، ای دلمون لگ زده بین الحرمین. سرگردون بشی این ورو ببینید، این ورو ببینید، به خودت میای 2-3 ساعت هی داری بالا پایین میکنی. هنو به روزه نرسیدی، کار کجاست؟ خدا به خیر بگذرونه. برا پسر امام رضا هرچی گریه کنی کمه. کاری میکنن خیابون تهران جا بگیرن که هر وقت وارد میشن امروز چه خبره؟ حتما میخوان یه چیز خوب بهمون بدن. تو قبض است امام رضا جوادالائمه واویلا. ببین برکات این جمعه رو کجای زندگیت نشونت میدن. آقا هزار بار شهادت دهد قبیله تی. به حاتم تایی می نازید، مادر حاتم اومد با حاتم. خیلی ها 2 باره و 3 باره میان میگیرم که تا در داشت ترتیبی دادن. دفعه دوم اومد یکی بگیره دستشو گرفتن و الان گرفتی. این حاتمه، حاتم ما یه در داره خونه. اما تا حالا مچه کسی رم نگرفتن. 100 بار اومدیم گرفتیم. مادرشو ببین، مادرش میگه بده. اگه حاتم عالم میشناسنش، مادر جلوشون گرفت. آخ بیاید حاتم حضرت زهرا رو ببینید. همه عالم مهمون جوادالائمه. بابا معروفه تو مده ها. حاجی براتون میگه و گفته مده ها اکثرا خونه هاشون روزه جوادالائمه داره. میگی چیه؟ خونم از آقا داره. الهی قربون این آقا برم که گوشه یه حجره زندگی میشه. کاخ عظیمی بود اما آقا رو، این روایت به خدا با آقا رو گوشه یه حجره‌ای بیرون از اون کاخ تو حیات اون مجموعه هرچی دلش میخواد جسارت میکرد به پسر فاطمه. الان عرض میکنم براتونم و جمله آخرم. 1000 بار شهادت دهد قبیله تی. اگر تو جود کنی حاتمی نمیماند. اگر تو جود کنی آقا قلب منم جلا بده. آقا به خاطر رضا بده. آقا به مای کربلا های خیر ببینی. آقا قلب منم جلا بده. آقا به خاطر خدا بده.
ای جون خاک پای تو یا حضرت جوان، عالم بود سرای تو یا حضرت دنیا، همه سرای تو یا عرض کردم قبل از اینجا طوری بشین تو جلسه چه ولادت چه شهادت در محضر بزرگم عرض کنم فردا قیامت رود بشه به خانوم خودتون نشون بدی اون منم ببین دارم چی کار میکنم الان پیر شدم ببین خانوم جوونیم کدوم به من کارش دور ای جود خاک پای تو یا حضرت عالم همه سرای تو یا قرآن پر از ثنای تو یا حاتم کم از گدای تو یا روحم به بارگاه تو پرواز می کنم مرغ دلم به سمت تو پرواز کند مسکین تو به پادشاه از کار جن و انس گره باز می کند دست گره گشای تو یا دست گره گشای تو یا آقا افتاده ای اهل روزه افتاده ای به گوشه ای از آشیان تو گویا به لب رسیده درین بره جان تو با من بیای میخوام بریم کنار ذریح کاظمی یه جا رو بلدم خادمام کار ندارن هرچی میخوای روزه بگو بریم الان اونجا یه شرط داره هر کی خوب گریه میکنه جلو وایسه بذار دل حضرت زهرا رو تسلیم بده پیر مردا امام حسین جلو وایسن خانوما تو حیات میخوام یه قوقا بکنید به ثنای بغداد یاد بدید جوون داره جون میده هله هله نمیزنن کار زناست میخوام به بغدادیا یاد بدید یه جوون داره میگه آب که نمیکشن وقتی میانه خانه خود هم غریبه یعنی که بی ستاره بود آسمان تو
آقا بر روی خاک حضره تنت پیچ میخوره آریده آری بریده زهر جسارت امانتون ناله داری بگم بیهوده با نوای آتش دست و پا نزن من اینو می نوشتم یاد یه جا افتادم از حرم تا قتلگر وای زینب صدامی بعدیشو جرأت داری بگی معنیشو ببین دست و پا یه جمله بگم میخوام منم با شما گریه کنم بخونن بزرگان نفس اینا یه چیز دیگه است آقا بیهوده با نوای آتش دست و پا نزن اینجا جواب ناله جان سوت و هلهلن اینجا کسی محل نداد بر فقانتان من همین یه بیت تو جا بندازم بستمه در لابلای در بدنت گیر میکند همین یکی بسته به خدا در لابلا آقا رشیده گفت برش دارید ببریدش بالا اینجا بمونه بیاد ببینن واویلان هر جای بدنش به یه جایی میخور من یه روزه دارم آزای رزبر کنیزه طاقت نیاورد و فردا جواب مادرشو نمیتونم بدن صدای آبش امونه همه رو گرفته روی ظرف آبی آورد رسید دم در فضل حرابی جلوشو گرفت کجا میری؟ آب میبرن برا مگه صداشو نمیشنوی؟ خودم میبرن ظرف آبو گرفت حاج محمد نوروزی گوشش صدا کنه این روزه رو خون قومت جلو آقا آتش امانشو برید زهرکاریه آبو نشان آقا داد گو آب میخوای تشنته با اشاره آری آبو جلوش رو زمین میری دوست دارم تشنه ببینم داری جون میدی دست و پا زدن تو ببینم ناله داری روزه بگم آه شما جواد الائمه ای هستید حاجی گفت حساسید آقای شما تو حجره بود آتش امانشو برید یکی اومد براش آب بیاره نرسید یه امام دیگه سراغ داره او هم تشنست هلاله میگه دیدم نفساش خسخس افتاده یکی تای گودال میگه آب سپرم آب کردم رسیدم دم گودال دیدم یکی داره بیرون میاد سر تا پاش خونیه هلال کجا میری آب میبرم برا حسین هلال منو ببین دیر اومدی الان سیرابش کرد حسین